باید قید کرد که سال از سال لباس مکتبی سطح تامیناتیش بالا رفته شده است و صفت این بویشان میگرد که صفت سیستم لباس مکتبی سال از سال بهتر گردیده شده است و همچنین چطوری معلوم است صفت سیستم لباس مکتبی در یکی از چیزهایی که شما قید کردید گلستان دوشنبه با تکنولوژی معاصر نو لباس مکتبی استحصال می‌نماید و صفت استحصال نموده محصولات گلستان دوشنبه با تفاوت جوابگو میباشد و همچنین کارخانه‌های دیگر صنعتی دوزندگی استحصال لباس مکتبی با استاندارد حاضره جوابگو میباشد. از روی ثبوت پیشنهاد گردیده کارخانه‌های صنعتی و صاحبکاران انفرادی در دوره حسابداری با مبلغ 49 میلیون و 996,200 تومانی لباس مکتبی استحصال نمودند که نسبت به همین دوره 15.7% زیاد میباشد. حجم استحصال محصولات ساحه صنعت سبک در ماه ینور سال 2024 $1,554 میلیون تومانی برابر میباشد. همین طریق در دوره حسابداری در جمهوری سطح تامیناتی خوانندگان با لباس مکتبی استحصالی وطنی در مجموع 12.4% را در بر میگیرد. به حساب میانه سطح تامیناتی مقدار لباس‌های دوخته شده پسرانه و دخترانه که اساسی محصول میوند پایین‌آور گرفته شده است که جهت معین نمودن سطح تامیناتی نمودهای جداگانه زیرین چون انتخاب شدند، یعنی برای پسران شیم و پیجک، کرته و نیمچه، برای دختران شیم و پیجک، نیمچه، سرفن، کرته